داشتم و تقریبا میشه گفتش که زیاد طولاک خودم بودم و این زیاد طولاک خودم بودن زیادی از حد بد شد و باعث شد که خیلی سخت بتونم از اون لاکه بیام بیرون. ولی خب امروز، مخصوصا امروز، ویدیویی که کیمیا مودت گذاشته بود که چه شکلی یوتیوبر بشین و داشت یه سری گاید و یه سری چراغ تو ذهنت روشن میکرد، منو تقریبا از اون گمگشتگی آورد بیرون که هر کسی یه چیزی میگه و تو اینجا میمونی که اصلا شاید اصلا اشتباهه و من اصلا این مسیر و مسیر درستی نیست و مثلا آدم این کار نیستم. ولی نمیدونم، فکر کردم که شاید اون شکلی که راحت هست پیش برم شاید راحت تر باشه و خیلی این مدت حالم بد بود، خیلی زیاد. و وقتی که تو حالت خیلی بده همیشه از این نمیاد که آدم ها مشکل دارن، زندگیت مشکل داره، اتفاقا همه چیز خوبه، همه چیز عالیه ولی تو خوب نیستی و این تو خوب نبودنه، مخصوصا اگر مثلا مستعد یک بیماری باشی، خب خیلی بیشتر و گنده تر میشه. منم هر از چندگاهی این شکلی گمگور میشم و برمیگردم و دقیقا از همین میاد، ولی خب سعی میکنم توی زندگی بتونم هندلش بکنم. تو این مدت یه سری ویدیو دارم، یه سری فیلم دارم، عکس دارم که اینجا حالا بعد این ویدیو یا قبل این ویدیو براتون گذاشتم و پیش سر و تایی نداره، به خاطر اینکه قرار بوده پست بشه نشده، نمیدونم، از این چیزای این شکلی. آره گفتم که اون روزا من ببینید که سعی میکردم ولی نمیشد. ولی خب زیاد سخت نمیگیرم دیگه، زیاد سخت نمیگیرم به خاطر اینکه میگم زندگی همین عزیزم، واسه چی سخت بگیرم، زندگی همینه دیگه، همینه. متشکرم زنان جان. خیلی خوشمزه این نونه بچه، اصلا چیزا ببین انگلیسی هم دارم اونها خوبش خوابید یه چیز اینجوری لاش خالیه، خیلی باحاله. در حال فیلم اگه من بتونم هنوز از کتاب بکشم بیرون و به خوشگذرونی و انشالله دعوت کنم و همه تو شیرینی میدم. ببینیم امشب قراره چه اتفاقی بیفته. هانوکس یادش میره داره شورت میگیری. هانوکس هنون یادش میره. خب چه خبر؟ غذای عربی چطور شیشه میتگم من باید تو بپرسم. شیشه میتگم سینا اوپر چله یادت بود غذا عربی یه دونه بود، یه دونه لقمه نون بود. چی عرایز من عرایزی ندارم و اینا. اون خیلی خوشمزه بود. اون کبابه خیلی خوشمزه بود با تبولو هموس. اون نونه بجز اون جیگره که بودم، چون من جیگر رو کلا زیاد نیستم، بقیه‌اش خیلی خوشمزه بود. متشکرم. خب پس بچه ها هانوکس نه هانوکس گذاشتم که اسممو درست نمیگن همه، بعد دیدم سخته واسم. بابا هنان خیلی راحت تره. نه هانوکس نه هانوکس. بگو هانوکس. بگو هانوکس عمو ببینه. بچه گیلی ترمو دیدی؟ من دیگه سشو بای. ما الان داریم میریم. فاتی شیرینی ماشین خریدنشو باید بده. از اونجایی که چیزش کارت بانکیش تموم شده گفتم تمام ترش بکنیم دیگه، از زیر صفر شروع دیگه. حالا بنتلی خریدم دیگه، میگیرم بعد که یه استیک با ورق گلد. ما قرار بوده بریم کبابی، بعد سر از رستوران در آوردیم، یعنی رستوران این فست فودی. خود دلم جیگر میخواد. انقدر بهم گفتین که یه ذره از کتاب بیا بیرون و ولاگ بذار و نمیدونم چرت و پرت بگو اینا، براتون این دفعه این شکلی میگیرم ببینم که چی پیش میاد. قول نمیدم که همینجوری ادامه بدم بعد ماها. Excuse me. Sorry. نه ایمان والد آدرس من
خب من اسکن ها یعنی اینه تی الان اسکن بکنه شاید نوبی یعنی چی؟ بیا نوبی من بفرستم واسه مدیرم. نه این والت آدرس تتر تا اسکن بکن. آقا من با شما خداحافظی میکنم. گوشی لازم دارم.